گوینده برنامه ویژه تلویزیون فارسی BBC هستید. استمرار الاحتجاجات في انطباق با بخشی از برنامه‌های ما داره. کارشون به اینجا رسیده است که دروغ پراکنی کنن، افکار عمومی دنیا رو گمراه کنن و دروغ بسازند. البته این مظلومیت مطلقاً به معنای ضعف نیست. انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی جزو مقتدرترین پدیده‌های دوران معاصر مظلوم هم هست. قوی ترین انسان‌های دنیا هم مظلوم واقع شدن. امیرالمؤمنین نیرومندترین انسان دوران‌های گوناگون و مظلومترین انسان‌ها هم هست. نشانهای برجسته زودتر مورد توجه قرار می‌گیرند، قله‌های بلند بیشتر آماج قرار می‌گیرند. شخص امام بزرگوارمون یک انسان مقتدر و قوی که می توانست دنیا رو تکان بدهد و تکان داد، جزو مظلومترین انسان‌های زمان خودش بود.